به نام خدا و با عرض سلام حضور شما بینندگان عزیز، امروز دوشنبه 12 جمادی الثانی سال 1445 هجری قمری برابر است با 4 جدی سال 1402 هجری شمسی و مصادف است با 25 دسامبر سال 2023 میلادی. توجه نمایید به مجموعه خبری این ساعت. در آغاز سرخط خبرها. برگزاری جلسه مشورتی پیرامون ساخت شهرک صنعتی جدید در هرات، تطبیق 29 پروژه انکشافی به ارزش 80 میلیون افغانی در سطح ولسوالی گذره هرات و برگزاری جلسه کمیسیون نظم و توسعه شهری در اداره شاروالی هرات. مشروع اخبار. جلسه مشورتی پیرامون انتخاب موقعیت برای شهرک صنعتی جدید هرات به حضور داشت شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلامجار والی هرات، رؤسای شهرسازی، صنعت و تجارت، زراعت، محیط زیست، تاجران و سرمایه‌گذاران برگزار شد. در این جلسه در طی مشورتی که صورت گرفت، اکثریت رأی به مناطق دشت حوض در رباطسنگی، قریه دهسرخ در گذره و دشت زندجان در انتخاب اولیه قرار گرفت. شیخ الحدیث مولانا اسلامجار والی هرات در جریان این جلسه بیان داشت که شهرک صنعتی جدید باید با معیارات جهانی ساخته شود. والی هرات همچنان میگوید که در این شهرک از برق آفتابی هم استفاده خواهد شد. در همین حال برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند که ساخت این شهرک تحول اقتصادی بزرگ به وجود خواهد آورد. با این حال عبدالله اکبری رئیس شهرسازی میگوید که در مکان ساخت شهرک صنعتی جدید موقعیت جغرافیایی، فضای سبز و ارزش طبیعی مد نظر گرفته می شود. گفتنی است که این مشورت به اساس هدایت عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله صورت گرفت تا در تعیین موقعیت شهرک صنعتی جدید ابراز نظر صورت گیرد. قابل ذکر است که روند ساخت شهرک صنعتی جدید در حال آغاز می شود که همکنون بیش از 600 شرکت در شهرک صنعتی این ولایت فعالیت دارد و قرار است صدها شرکت دیگر در شهرک صنعتی جدید به فعالیت آغاز کند. رئیس عمومی بنیاد معارف ترکیه در افغانستان و مشاور سفیر ترکیه با والی هرات دیدار نمودند. رئیس عمومی افغان ترک به حضور داشته مولوی شیر احمد عمار مهاجر، رئیس نمایندگی ارتباط خارجه، با شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلامجار والی هرات دیدار نمود. در این دیدار رئیس عمومی افغان ترک میگوید که در تلاش توسعه آموزش نوین از طریق مکاتب افغان ترک در افغانستان هستیم و علاوه می کند که به رشد جوانان از طریق مکاتب افغان ترک می خواهیم نقش بیشتری داشته باشیم. در همین حال شیخ الحدیث مولانا اسلامجار والی هرات میگوید که فرهنگ افغانستان و کشور ترکیه با هم پیوسته و مردم هر دو کشور مشترکات زیاد دارند. والی هرات افزود در راستای آموزش شاگردان سرتاسری هرات کار شود و ما در این قسمت تلاش‌های بیشتری را به خرج خواهیم داد. گفتنی است که در حال حاضر مکاتب افغان ترک در 8 ولایت کشور فعالیت دارد که مجموعاً 6000 شاگرد را آموزش میدهند. بر مبنای طرح و اهداف امارت اسلامی افغانستان مبنی بر انکشاف رسیدگی به مناطق محروم، شاروالی ولسوالی گذره هرات از مجموع 29 پروژه انکشافی سال مالی 1402 نزدیک به 70% آن را تکمیل کرده است. هزینه مجموعی این پروژه ها که شامل آسفالت برخی جاده های داخل شهرک صنعتی این ولایت، ساخت کانال، بولوار، رنگامیزی و ایجاد کمربند سبز می باشد، نزدیک به 80 میلیون افغانی گفته می شود. شعیب جلالی گزارش می‌دهد. شاروال ولسوالی گذره هرات در یک گفتگو با تلویزیون ملی این ولایت از تکمیل 70% کار تطبیق پروژه‌های انکشافی اداره‌اش در سال جاری خبر می‌دهد. به گفته او هزینه مجموعی این پروژه ها که شامل آسفالت برخی جاده های داخل شهرک صنعتی این ولایت، ساخت کانال، بلوار، رنگامیزی و ایجاد کمربند سبز می باشد، نزدیک به 80 میلیون افغانی می باشد. از موږ پروژې چې وي د انکشافي پروژې نوې پروژې په 1402 کال کې چې هغه موږ پلان کړی وي، نو د هغو جملو څخه په کل کې خو ان شاء الله ډېرې ښه پروژې وي، زیربنایي پروژې وي. هغه تعداد 80% پروژې ان شاء الله دا موږ اوس تکمیل کړي دي، په آخر کې د کال قرار لرو، او 60% پروژې نور په حال کې د جریان د کار دي چې ان شاء الله کارونه روان دي، او متبقی چې دي هغه ان شاء الله پر اسناد باندې کار کیږي، ته مراحل کیږي، بعداً ان شاء الله هغه قابل د استفادې ګرځي.
الحمدلله این پروژه از کیفیت خوبی بر خدا می باشه و برای مردم خوب ملت خوب ما اطمینان میدیم که پروژه به بهترین کیفیت کار کرده. شاروال ولسوالی گذره همچنان از همکاری خوب اهالی این ولسوالی در قسمت تحویلی صفایی و دیگر امور مربوط به این اداره سخن میزند و تاکید میکند که پروژه های مختلف زیربنایی برای سال آینده مالی نیز روی دست دارند. خلک زموږ تر ډیره اندازه که وکیلان دي که علماوی دي که عام ولس دی انشاءالله زموږ همکاره دی زموږ سره ډیر همکاري کړې ده صفایي را کړې دي او د دوی څخه زموږ خواهش دغه دی چې زموږ سره همیشه همکاره اوسي او دا ګذرې ښاروالي چې د ښاروالۍ په عموم کې یو پل دی په مابین کې د ملت او د دولت د دوی څخه زموږ خواهش دغه دی چې زموږ سره بیشترینه همکاري وکړي چې موږ وتوانو دا پروژې مخ ته بوځو کار وکړو. از سوی هم شماره از اهالی ولسوالی گذره با استقبال از تکمیل کار 10 پروژه انکشافی از سوی شاروالی این ولسوالی میگویند که به گونه کامل همکار نظام امارت اسلامی هستند. از امارت اسلامی از برادرهای همکاری که میکنم حساب و شاروالی از دولت ما برادر از اینا تشکری داریم. باید یادآور شد که در جریان بیشتر از 2 سال گذشته تطبیق پروژه های انکشافی در تمام ولایت های کشور بی سابقه بوده است. سومین جلسه کمیسیون نظم و توسعه شهری در اداره شاروالی هرات برگزار گردید. سومین جلسه کمیسیون نظم و توسعه شهری تحت ریاست مولوی حیات الله مهاجر فراهی سرپرست معاونیت مقام ولایت به حضور داشته ملا عبدالرازق راشد شاروال هرات، شیخ عزیزالرحمن مهاجر رئیس امر بالمعروف و نهی از منکر، رؤسا و نمایندگان ادارات دولتی پیرامون چگونگی اصلاح پلان‌های بهسازی 8 ناحیه شهری، کنترل بهتر ساخت و سازها به منظور تأمین کیفیت و امنیت ساخت و سازهای شهری، تطبیق پلان‌های توسعه‌ای و پروژه‌های انکشافی شهر، همکاری ادارات به منظور جمع‌آوری و پرداخت محصول صفایی، جلوگیری از ازدحام ترافیکی و ایجاد نظم بهتر در شهر و برخی موضوعات دیگر برگزار گردید. محمد جاوید مایار، منشی کمیسیون و رئیس حکومتداری شهری بر اهمیت برگزاری جلسات کمیسیون تاکید نموده و از عموم اعضای این کمیسیون تقاضا نمود تا طبق هدایت مقام ولایت در جلسات حضور فعال داشته باشند. از سوی دیگر مولوی حیات الله مهاجر فراهی سرپرست معاونیت مقام ولایت و رئیس کمیسیون نظم توسعه شهری ضمن تاکید بر همکاری و هماهنگی بیشتر میان ادارات دولتی در امر خدمات رسانی مؤثر و به موقع برای شهروندان از همه مسئولان ادارات خواست تا در زمینه تطبیق بهتر پروژه‌های انکشافی و عامل منفعه با اداره شاروالی و مسئولان مربوطه همکاری همه جانبه داشته باشند. در عین حال عامل پلان‌های شهری شاروالی هرات معلومات مفصل پیرامون دستاوردها، پروژه‌های انکشافی سال جاری و پلان‌های انکشافی سال 1403 خورشیدی شاروالی هرات را ارائه نمود. گفته نیست که اعضای این جلسه نظریات و پیشنهاداتشان را پیرامون موضوعات مطروحه در آجندا شریک نموده و تصامیم لازم نیز اتخاذ گردید. ریاست احصایه و معلومات ولایت هرات از خدمات رسانی این اداره روزانه برای 4000 نفر خبر میدهد. این در حالی است که این اداره در سال جاری به تعداد 181650 قطعه تذکره را توزیع نموده و عواید این اداره در سال جاری به مبلغ 145 میلیون افغانی رسیده است. جمشید واحدی گزارش می‌دهد. مسئولان در اداره احصایه و معلومات هرات میگویند روند توزیع تذکره برقی در این ولایت افزایش یافته است. این مسئولان از توزیع 181650 قطعه تذکره الکترونیکی در سال جاری خبر میدهند. به گفته آنان روزانه تا حدود 600 تذکره برقی را برای شهروندان در این ولایت توزیع می‌نمایند. 1,1815 الکترونیکی تذکره موږ تقسیم کړي دي 115 میلیونه افغانۍ د افغانستان بانک ته متحول کړي دي او موږ پیام دغه دی چې دوی الکترونیکی تذکره ونیسي او خو دلته راسي او مرکزو ته مراجعه وکړي. همچنان مسئولان در این اداره می‌افزایند که برای پیش بردن سعی کار این اداره متقاضیان تذکره الکترونیکی باید با این اداره همکاری نمایند. به مو اندازه که اداره ظرفیت داره ما روزانه برای همه خدمات رسانی به طور مساوات و مساویانه داریم و بعضی از
سهولت های هم داریم. کسایی که مثلا اسناد اینا نیاز به تذکره الکترونیک داره، بورسیه، ویزا تحصیلی، اسناد مریضی، یعنی کسی که یک دلیلی به استیجالیت کار خودش تا باشه خدی از اینا همکاری صورت میگیره و قضایای عدی هم که میایم تاریخ میگیرم از مردم خود تقاضا داریم خدی اداره همکار باشم با ما همکاری داشته باشم تا نشه که خدای نخواسته بی‌نظمی در کار به وجود بیاید. در همین حال شماری از مراجعین ریاست احصایه و معلومات هرات از روند ارائه خدمات این اداره ابراز رضایت می‌کنند. امروز آمدیم که تذکره خود بگیریم، برای برادرزاده تذکره میگیریم دیگه. انشالله کارا بسیار خوب روان است دیگه، بسیار زود می کارا انجام میشه بدون کدام مشکلی. کارونه انشالله الحمدلله شکر مخ روان دلته ورته کارم د مسلمانانو دلته ژر خلاصیږي بخیر شو خوندور پر مخ روان دي. موږ ان شاء الله جن راضی وي. گفتنی است که روند توزیع تذکره های برقی در حال در هرات افزایش یافته است که به گفته مسئولان احصایه در این ولایت تقاضای اخذ تذکره های الکترونیکی همچنان زیاد شده است. دومین نمایشگاه کتاب با همکاری اتحادیه صرافان هرات برگزار شد. مسئولان برگزار کننده میگویند این نمایشگاه برای ترویج فرهنگ کتابخوانی تدویر یافته است. محمد اسماعیل سروری جزئیات میدهد. دومین نمایشگاه کتاب در مارکت خراسان هرات. این نمایشگاه کتاب با همکاری اتحادیه صرافان و یکی از انتشارات خصوصی در این ولایت برگزار شده است. مسئولان در اتحادیه صرافان هرات میگویند این نمایشگاه به هدف رشد فرهنگ کتابخوانی برگزار گردیده است. ما از همه دوستا خو از همه جوانا و کسانی که در راستا زحمت بکشن تشکری میکنیم، چرا که خود کتاب واقعا یک دریچی هست به سوی تمام مشکلات اقتصادی، سیاسی، مذهبی، دینی، هر چی که شما فکر میکنید که این به بین جوانان و بین کسانی که وقت دارن مروج بشه که از این استفاده کنن که بسیار یک اندیشه خوبی، یک فکر خوبی، یک آینده بسیار خوبی داره. از سوی هم مسئول برگزاری این نمایشگاه کتاب همچنان هدف از ایجاد چنین نمایشگاه‌هایی را انگیزه برای افزایش مطالع می‌شمارند. ایجاد نمایشگاه برای ما اجازه دادن و ما به مدت 5 یا 6 روز به خدمت صرافان عزیز هستیم. هدف ما خود مشخص است، آگاهی مردم و روشنایی جامعه و ترویج فرهنگ مطالعه و چندین نمایشگاه تا حال ما به هرات برگزار کردیم که شما هم شاهد هستین و مردم شریف هرات هم میبینن و این نمایشگاه 8مین نمایشگاه هست که امسال برگزار شده به مارکت خراسان و به مدت 5 روز ادامه داره. در همین حال شماری از شهروندان هرات از این نمایشگاه استقبال میکنند. کتابخانه یک دوری سابقه داره، یعنی بی سابقه در افغانستان که زیادن قبلا کتاب خیلی متعامل میشد. خب نسبت به حوادثی که به افغانستان به حساب پیش آمد و بعضی حساب کتاب‌های بود، امی انعنه کتابخانه کمی باز به عقب افتاد. حالا ما از تمام دوستان اطلاعات فرهنگ دیگه کتابخانه یا جایی که چیه ما از اینا تقاضا میکنیم که همچون نمایشگاهی که بزینجی برگزار کردن به پشتیبانی یا همکاری اتحادیه صرافان هرات به دیگه جا هم حساب همی کتابخانه یا نمایش کتاب زیاد شه که برادرها، خواهرها یا دوستایی که ما داریم اینا از این کتاب‌ها مثال بخونن، علم حساب کتاب زیادتر به دست از اینا بیایه و بتونن به جامعه خدمت زیادتر برای مردم انجام بدن. گفتنی است که این دومین دور برگزاری نمایشگاه کتاب می باشد که از سوی یکی از انتشارات خصوصی با همکاری اتحادیه صرافان هرات در مارکت خراسان برگزار گردیده است. مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات میگویند طی دیدار با مسئول پروگرام‌های اضطراری دفتر خوراکه و زراعت ملل متحد در افغانستان خواستار تطبیق پروژه‌های سازگار با تغییرات اقلیمی و ایجاد زمینه کاری در دراز مدت از آن دفتر شدند. مولوی پیر محمد حلیمی رئیس زراعت و مالداری هرات در جریان دیدار با آقای کاستوب مسئول پروگرام‌های اضطراری دفتر خوراکه و زراعت ملل متحد در افغانستان و مسئولین ولایتی آن دفتر بیان داشت که آماده هر نوع همکاری در راستای این چنین پروژه‌ها در سطح ولایت هرات هستند. از سوی دیگر آقای کاستوب مسئول آن دفتر هدف سفر خویش را توضیح داده و تعهد همکاری‌های بیشتر را در زمینه مبارزه با حالت اضطرار، رشد و انکشاف سکتور زراعت، آبیاری و مالداری در این ولایت را نمود و شایان ذکر است که همکنون از سوی این مؤسسه
پروژه های در حال تطبیق می باشد که بر تطبیق هرچه بهتر آن تأکید صورت گرفت. مبلغ 11,902,000 افغانی پول نقد برای مردم در ولسوالی کهسان هرات از سوی دفتر مشاوری سازمان ملل متحد در بدل کار توزیع شد. مسئولان در ریاست احیا و انکشاف دهات هرات میگویند که این مقدار پول در قریجات مختلف ولسوالی کهسان برای 77 نفر کارگر ماهر، 1449 روزکاری و به تعداد 4615 کارگر غیر ماهر 24197 روزکاری توزیع شد. مسئولان همچنان بیان می‌دارند که این پول جهت پاککاری و جغل‌اندازی سرک‌ها، پاککاری کانال‌ها و ساخت پلچک‌های محافظوی به مصرف رسیده است. بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبری این ساعت. توجه کنید به وضعیت هوای شهر و چند ولسوالی ولایت هرات. بینندگان عزیز، درود بر شما. شب بر همگی شما بخیر. توجه فرمایید به وضعیت هوای شهر هرات و چند ولسوالی آن. سه‌شنبه شهر هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین 9 درجه سانتیگراد. غوریان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایینترین 8 درجه سانتیگراد. کرخ آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایینترین 2 درجه سانتیگراد. و همچنین پشتون زرغان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایینترین 8 درجه سانتیگراد. و در پایان مرور مجدد داریم بر سرخط خبرها. برگزاری جلسه مشورتی پیرامون ساخت شهرک صنعتی جدید در هرات، تطبیق 29 پروژه انکشافی به ارزش 80 میلیون افغانی در سطح ولسوالی گذره هرات و برگزاری جلسه کمیسیون نظم و توسعه شهری در اداره شاروالی هرات. بینندگان عزیز، از توجه و همراهیتان به مجموعه خبری این ساعت سپاسگزارم. وقت بر همه‌تان خوش. خدا نگهدار.